این یک آرمور اسکیپر ساده است، اما اینا نیست. دلیلش چیه؟ چرا؟ توی این ویدیو براتون توضیح میدم. این یک آیتم باند منیجره. حالا کارش چیه؟ کارش اینه که به این آرمورا جون میده و HP منو اضافه میکنه. آقا تهش بگم که این یک آرمور اسکیپره وقتی که ما با این آیتم، الان من بزنم اینجا جوستیجو باند این چیه؟ هلسی آیتم باند. این چجوری باید کنیم؟ 4 تا گلدن کرو، 4 تا ندر استار و یه دونه وکس جیم. حالا من از اینا ساختم قبلا، حالا یه دونه دیگه هم میسازیم، یه استک از اینا. اینم ندر استار. خب کلا یه دونه. خب اینجا مثلا شاپ میزنیم و میایم فارمینگ که نه، میایم فود 1 2 3 4. خب و ما باید اینا رو با وکسیم اینا رو تو ماجیک ورک بنچ بسازیم. ویس خودم کو اینا ماجیک ورک بنچ کدومه؟ اینه. آره خب البته آیتم ساختش قبلا اینجا بوده، ولی خب اینجا هرسی آیتم باند یه دونه ازش میسازیم. اینو ما اینجا پلیس میکنیم و میریم داخلش. بذار من یه دونه از این آیتم های معمولی رو بیارم. اینجا ما اینو میذاریم و این هلسی آیتم باند این میره اینجا. این برق داره دیگه. خب برعکس. خب این الان رفته اینجا پخت و پز. این پخت و پز شد و حالا ما با این آیتم چیکار میکنیم؟ این اینجا زده بانداید. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان داره بانداید میکنه و هلس بوست میکنه. ما وقتی که اینو اینجا بذاریم بهمون هلس بوست میده. حالا چجوری افکت میده دیگه؟ اینا اینجا بالا زده گوشه و آره مثلا ناکن اینجا داره بهم اضافه میشه. این بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. آموزش‌های SF درخواستی داشتین تو کامنت ها بگین و این بود از اولین قسمت آموزش اسلایم فان و بیشترش هم میذاریم. فعلا خداحافظ.